شدی اگر ما شیشه شکنه دیگر در اینجا شیشه نمیمونم. بس کن از برای خدا بس کن انسانی چیز پرست شده رفته تو چی ها میگوی تلفک؟ من عذاب کشیدم تو کنم عذاب کشی. نگاه کن ببین از همه بهترین دسته ما از همه بهترین دسته ما از همه بهترین دسته ما سحر روز قطعی همه خورسند هستی عصبم رو ویران نکنید ارخیمد کجاست؟ ارخیمد را یک سو گذار آدمان قدیم میگفتند که شر سحر از خیر شب بهتر از شب کرد تو شکر کن که آفتابی برآمده را دیدی اقلا با یک روزت شکر کن خدایا شکرانت میکنم که مرا این خیل آفریدی خیریت نیکابری نشدم آمین شبکت نیکایی گفتد از سیمای فانی عبارت است اگر باطنا یک بودنمان را میدانستی این خیل نمیگفتی نیکا با مانندی صوفی گپ میزنی لیکن به فوتبال شدن میارزی در بیرون چیزی که باشد در درونم همان است سیمای مرا تنبیه گیرنده میبینی لیکن تو خود همین خیل هستی آخر دیروز تو را لط کردم تا حال حقیقت را نمیبینی دینا هم موتورسیکلیستو رو تو جمع کرده تو با خودت میتونی کی کلوب جنگاورا رو تشکیل کنی من کلوبی جنگی میسازم لیکن دو سیزن تنها تو رو لطو کوب میکنم اما کچی رو از ماشین بگیر دینا عروس اومده قطعی آتش خونه تو علاو زدی یا نه رفیقا به این هم نمیفهمم آخر در مکتب مجلسی والیدان میشود گویا که اشتراک کنی طلبه با عقل میشود بینه همراه پدرش آمد دیگر گونی نیست همون بادرینگ پارینا شوکت من خانه دوستو شیشه فریستم بچه نه همام چی را بفرست با این در سرش آزمایش میگذرانم شوکت چی خیل شدی پسرم؟ چی خیل شوم اپای ملیکا چی خیلی که میبینید همون خیل هستم لیکن همین را فهمیدم که بین این فانی ها تنها من نمیمیرم بینه کم کم مومیا میشکم شوکت فرعون هایی که جسدشان رو مومیا میکردن خزینه اشان رو در قبر میگذاشتن کم کم مومیا نکرده قرضایت رو پرداخت کن فرعون کم بغل نیکا لباسی کارگری مالیه را پوشیده است از پسی کار اچم نابکار الو ای میچا والله بای استاد ای بچه اگر با اموکاچی یگان چیز شود بینی دروازت رو میشکنم شکر کنم مخی میگریزم البته میگریزم این خلوص است تو چی خیل شاگردی تو فروش هستی خلوص را داشته نمیتوانی اینجا بیا تو این لوله را دار تو تنها موی سرت را ده بادرینگ اموکاچی بیا جانم بازقیر ببین استوها آمدم سلام علیکم و علیکم السلام تو دیروز در بالای بام کنسرت نمیدادی؟ خودش است کنسرتش تمام شد خواطر نشوید دیگر با بالای بام نمیبراید حتی با بالای کرسی هم نمیبراید بله اون بار آخر بود دو تارم را نیز شکستم حیاتی نو رو سر کردم غم و غصه ها رو جنازه کرده گوراندم آن رباب از آن تو بود من ربابت را تعمیر میکنم تو باشی مشکلی ما را حل کن حالا نمیتواند شاگرد است نو به کار شروع کرد وظیفه‌اش تماشا کردن استادش است اما من به کار شما دخالت نمیکنم چی خیلی میخواید همون خیل کنید و باز از شکافی این دودبرا خاکستر میریزد آنجا رو هم محکم کنید در 5 دقیقه حل میکنیم مشکل نیست چی خیل 5 دقیقه درونش را تازه کرده بعد محکم کنید حرام کار نکنید تازه میکنیم اپا جان شما فکرش رو نکنید آب گرم کنه کجاست اینجا بیا من رو ببخشید تو نرو در همین جا ایست خوب شده است دودبرا رو تازه میکنم سلامی چای بیار قاسم شوکت آمد شوکت سلامی یک چای بیار انسان در کوچه به این حال نبرا رو در همه چای نوش شوکت مبارک شد به دستت هینه کرده ای ها هینه است اگر تو هم خواهی به جای مناسب است شکیده میمانم راست گپ هینه تیز تازه می شود میخوام با کتفم نقش لوله آتش خاموش کنند بکشم هیچ گپ نیست تو فقط خواهش کن کفایه است با این کی خواهی در کجایت خواهی نقش میکشم میشود راست گپ از عصبی شدن کلت در میگیرد اگر بسرت تخم را شکنه میپزد شوکت قاسم جان ایسی را جغ زنیم اون میکند بچه قهوه تیار کردنی بوده است آن دختر بیاید در بر من کار کنه در دوام 2 روز تمام محله رو اگر آتش نزند نامم رو عوض میکنم
زیباییش مرا میسوزاند نااگده برایش تو را او از آتش عشقت سوخته است برای همین خانه را آتش زده است ای قاسم جایت رو زود که پولت بیهوده صرف نشود در کجایت نقشه کشم خدایا آیسته باز شیشه رو نشکنی او را نگذارید که خیلی کردن زنها میگریزند ای بست Delikanlım yufka yürekli Çok da içten kimi zaman asabi Olgusuz vefakar merdimiş Şefkat abi dünya dursa hak yemezmiş Yazgısı mazlum gönlü de zengin Yazgısı mazlum gönlü de zengin İçimizden bir güzel abi Yazgısı mazlum gönlü de zengin İçimizden bir güzel abi İşte adalet bekçisi işte çekemez kaprisi Sevdası mahallesi geçmez selamsız ahalisi Kötüsü ve iyisi refleks bin kat gelir bak Dikkat delikanlı şefkat yerimden